بدن خودش رو میخوره. به این میگن اتوفاژی. اتوفاژی پدیده بسیار مهمیه، بسیار بسیار مهمه. چرا؟ به دلیلی که اتوفاژی سلولای خراب، سلول مریض، سلول ضعیف، سلول تخریب شده، سلولی که جهش یافته، سلولی که سرطانی شده، سلولی که داره تومور میشه، سلولی که سموم داره، سلولی که حالش خوب نیست رو تجزیه میکنه ولی دفن نمیکنه، بازیافت میکنه. مواد سمیش میره بیرون، از آنچه که باقی مونده بازیافت میشه، سلول جوان سالم تازه تولید میکنه. متوجه شدین چی شد؟ اتوفاژی این کارو میکنه. اتوفاژی به طور عادی فعالیتش خیلی اندکه. اتوفاژی از 12 ساعت به بعد که سویچ متابولیزم صورت میگیره، میریم تو کیتوزیس روشن میشه. هر چقدر شما از 12 ساعت تایم غذا نخوردن رو بیشتر کنین، بشه 13، بشه 4، بشه تا برسیم به 16 ساعت در روز، اتوفاژی تازه فعالیتش بیشتر میشه. از طرفی سلول‌های سرطانی 10 برابر سلول‌های عادی اینسولین ریسپتور دارن، گیرنده قند دارن. بزرگترین دوست سرطان قند مصنوعی، یا قند میوه رو نمیگم، مثلا لیمو ترش هم قند داره، اون قند خوبه ها، قند طبیعی رو نمیگم ها. قند، شکر، شکلات، شیرینی، نوشابه، قند مصنوعی رو میگم. بهترین دوست سرطان، بهترین غذای سلول سرطانی قند مصنوعی رو میگم. وقتی که شما تو کیتوزیس هستین، بیش از 12 ساعت هیچی نخوردین، هیچ مقدار قند توی خون و کبد دیگه نمونده، سلول سرطانی از گرسنگی میمیره. قندی دیگه در کار نیست که. از طرفی اتوفاژی به راه میفته. اتوفاژی کیو میخوره؟ سلول سرطانی رو. به سلول سالم کاری نداره، سلول مریض رو میخوره. بنابراین اتوفاژی باعث میشه سالم میشین، جوون میشین، نسوج جدید میشن، حالتون خوب میشه. ولی اتوفاژی اگه میخوایم فعال شه 12 ساعت کافی نیست، تایمه باید طولانی تر بشه. بنابراین آیا الزام داره؟ نه، الزام نداره ما به 16 ساعت برسیم، الزام نداره. ولی خب این امکانات رو از دست میدیم، اینو از دست میدیم، اونو از دست میدیم. ایشون آقای یوشینوری اوسومی در سال 2016 جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی گرفت برای اینکه تونست کشف کنه مکانیزم اتوفاژی رو. و بحث داغ جامعه پزشکی هست 2-3 ساله. تو این 2-3 سال اخیر پروفسور والتر لانگو، یکی از برجسته‌ترین محققین دنیا در زمینه روزه، میگه که در وضعیت گرسنگی شدید ارگانیسم، یعنی موجود زنده، در وضعیت highly protected، بسیار حفاظت شده، شدیداً حفاظت شده قرار میگیره بدن و سن افزایش پیدا نمیکنه. برای همین ضریب طول عمر میره بالا. برای همینه که وقتی ما کمتر میخوریم بیش از حدود 30% یا بیش از 30% طول عمر بیشتر میشه در همه جانوران، از تک سلولی تا انسان. وی می‌افزاید روزه در بیماران سرطانی به شدت از سلول‌های سالم محافظت می‌کند، به گونه‌ای که حتی با ترکیبی از داروهای بسیار قوی امکان پذیر نیست و سموم حاصل از شیمی درمانی و سلول‌های سرطانی رو از بین میبره. شاید الان بهتر بتونیم جمله ابن سینا رو که 1000 سال پیش گفته رو درک کنیم. ابن سینا چی گفت 1000 سال پیش؟ به سرطان تیغ نزنید چرا که وحشی می شود. به سرطان گرسنگی دهید تا درمان شود. الان شما میدونین که این یعنی چی. پیامبر گرامی اسلام فرموده اند که این جمله جالبه: معده خانه همه درد هاست و امساک یعنی غذا نخوردن، پرهیز از خوراک. امساک یعنی غذا نخوردن و امساک بالاتر از همه داروهاست. عیسی مسیح فرموده اند که فقط با روزه، دقت کنین، فقط با روزه و دعاست که شیطان دست از سر شما برمی دارد. مهاتما گاندی گفته است روزه واقعی بدن، ذهن و روح را پاک می کند. افلاطون گفته است من برای کارایی بیشتر جسمی و ذهنی روزه می گیرم. پاراسلسیوس که به همراه امپدوکلس و بقراط 3 نفر پدران علم پزشکی هستند، پاراسلسیوس گفته روزه بزرگترین درمان و پزشک درون است.